در همین جا خونی نافم ریخته است. آب همین دیه را نوشیده به خاک و لایش جولیده کلان شدم. پدر و مادر بابای بابا کلانهایم از گلابند. گلاب زادگاه پروانه، کوچه و باغ‌ها، دو و درختان شاهدی لحظه های شیرین عمر. افسوس پیر شدم، مویهایم برف برید. آیا مرا در دیه کسی میشناسد یا آدمان آن دوره دیه نماندند؟ نه، زندند. من در قید حیات کو. بابای رستم لحظه ایستاد، رو به راه آمدهش گردان. آفتاب در دم غروب. در آن دوری ها طرف آفتاب نشین خانه، زن و فرزندش ماندند. آنجا شهر است. در نظر زن و فرزندش گلاب چی؟ جای ویرانه، از آبادی ها دور. هوش و یاد آنها در شهری پرغوغا. موی رستم به سفیدی زد و به شهر عادت نکرد. اینک در دم پیری باز رو به دیه، رو به زادگاهش آورده است. ها انا 4-5 تنه درخت چارمغز نمودار شدند. آنها وی را به خیال بردند. بابای رستم، مرا شناختی؟ آره، جوانی من هستی. من با یاد تو به گلاب آمدم. یاداری وقتی چارمغز شکنی بود؟ قصه کن، قصه کن، جانم فدایت. بیایتون بچه ها، کنی چورمغز چینتون، کنی بیایتون. کسی که دوست بدی چورمغز چیند 2 توقی پر از آن خودش می شود. هم بیایتون کنی انا چورمغز گیریتون، کنی چینتون. رستم همان روز در یک آنی واحد 2 بچه چارمغز چیده صاحب 2 توقی کوسن شد. آنجا پروانه رو برو ایستاده بود. دندانهای سفیدش بزیب و دلربا. پروانه ما این چارمغز ها را گیر. لازم نی. گیر نگو گیر. خبری چارمغزهایش را به پروانه دادن رستم از خودش پیشتر به خانه رسیده بوده است. از دروازه در آمدن زمان مادرش راهش را گرفت. رستم، های رستم، لابا چه؟ اینجا بیا. چارمغزهایت کنی. کدام چارمغز؟ خودت را به نادانی نانداز. در باغ اسماعیل خان بودی؟ چارمغزت کجا شد؟ برای مال پروانه بستی؟ ها چه؟ این دختر به تو چی می شود؟ عیب، مایده نیستی. زن داشته باشی فرزند می یافتی. پروانه هم عین شوکنیش. میدونی که گهواره بخش دارد. در بلا میمانیم. کلته منصور گناه کافته گشته است. خانه امون را می سوزد. پدرت را زد کو. پدری رستم پیش یک خمیانی حولی که با آن هنگی سیاهشان را بسته بودند آمد. رنگ رویش کنده، سرش باداکه بسته و از گپهای مادری رستم مدار گرفته بود. او چه درست میگوید بچیم؟ دیگر با آن کلته خندیده نمی شود. در خانه رستم اینا به حال کلته منصور می خندیدند. او در وقتش عاشق مادری رستم بوده است. جمیله به پدری رستم رسیده با کلته منصور همسایه دیوار درمیان می شود. آتش قهر و غضب کلته زبانه می زند، اما کاری کرده نمی تواند. اینک فرصت رسید. جنگ سر شد.
مردهای گلاب به حمایه وطن می رفتند. رئیس کلخاز امک نرزالله هم به جنگ رفت و به جای او کلته منصور رئیس شد. وی کارش را از ظلم، سیاست سر کرده بود. در خانه‌اش هم آدم دیگر شد. میدانی من کی زنک؟ شما دادای فاضل جان. چی؟ نامعقول کردی؟ هفت فهم. یک باری دیگر مرا دادای فاضل جان گویی، زبانت رو از حلقت کشیده میگیرم. فهمیدی؟ فهمیدم. رئیس گوی مرا رئیس. خوب شده است. کلته منصور آهسته آهسته حاکم دهه می شد. معلم فردوسی را من به جنگ فرستادم می گفت. بعد باز به نام 3-4 یگیت‌های دهه دعوتنامه آمد. دعوتنامه ها را خود رئیس با یک شادی روی راست به خانه ها می برد. بین مردم آوازه پهن شد. به کسی که خواهد رئیس دعوتنامه می نویسد. خواطری پدری رستم هم به سبب نبود. اوچاد راست میگوید پسرم. با پروانه گپ نزن. وی به دادر کلته گهواره بخش است. غمی جانت خور. دادا، کلته نمی آدم در پیش شما مرشه برین یا از همان پیش وی سلیمی دراز می ترسید. هی بچه، تو حالا جوان بسیار گپ ها را نمی فهمی. خیال میکنی که زوری پدرت به همین کلته میمون بعدنا به وی سلیمی دراز نمی رسد؟ نه بچه، من اگر دست خطی کنم روده آنها را کنده می پرتایم. غمی توی آچه‌تا می خورم. اگر به جنگ روم حال شماها چی می شود؟ شماها گفته ضرب و لط را به خود گرفتم، زبان تگی دندان ماندم. ناز نکردی دادا. چی با؟ ترسیدید؟ چی؟ از همانها؟ نه. پس از کی؟ از جنگ دادا. جنگ بچه، گلاب خودمان نیک آنجا آدم را به نشان میگیرند، میپرانند، میکشند. من غمی جانی خودم نه، غمی جان شمایم میخورم. بچم، تا تو یک چیز را میفهمی که حالا خیلی گپ. ها بچم ها، هر گل با بوته خود بوی دارد. خدا گوی که صغیره نمانی. صغیرگی روزی سیاه است، تلخ است. تو با کلین شونده کلته منصور گپ نزن بچه ما. ننگی آدم از زن قهرش می آید. انا بعد هنوز کلته منصور از خیال آنها نرفته، گپش از زبانها نافتاده، هر دو طبقه دروازه شرقات زنان کشاده شد و خود او سواره به حولی در آمد. جمیله، جمیله، خانشینی بس؟ اسبگاه تو هم به کار میبروی یا چی؟ در آن معقول نمی؟ میاند درد میکند یا کاری سبکتر یابم؟ میابم؟ مادر رستم بارها به رستم گفته بود روزهایی که کلته از پسش آب و ادا شده میگشت، حرف به او عیب ندیده، حتی نظری بر روی خنکش نمی افکند. حالا کلته منصور در رو بر روی او ایستاده گپ می پرسد. جمیله، این وقتها خانه ما سیر مهمان، حتی از سترین آباد می آیند. شناسوی جوره ها از حد زیاد. خانه بازار برین جمیله. با یک آچه فاضل جان دشوار خانه بیا. اگر خواهی وی را کار فرما فرمان ده. چیزی که میخواهی از سری دسترخوان من خور گیر مرامت خانه بر دور نگرد، حق میدیم. خب البته بیا. کلته منصور از پکی از دروازه آنها بیرون شد. از خانه پدر رستم بیرون آمد. رنگی رویش کنده بود. آچه رستم. لبه. شما ننگ و ناموس نداشته دادا. در غم جان خودتان
طعنه میزنی. به ننگ به ناموس بگویی. با دهانت نگاه کرده گبزن خروس شجا. از حد نگذر که عقلت را به سرت میبیارم. از جنگ من میترسیدم، در غم جان خودم بودم، تو مرا به ننگ گفتی. ای بس داداش، ایستید. خب با کودک سر به سر میشوید. استغفرالله گوید. داداش به بچه خودتان ستیزه نکنید، التماس. آدمی احمق غمی بچه‌ش میخورده است. من با تو گفته بودم که غمی تو غمی آچات را میخورم. از خبری مرگ فردوسی معلم 2 روز نگذشته است و کلته میمون علکی طلبگاری زنی وی. امروز اگر من به جنگ روم، پگاهش به پشت به خانه می آید. نپرسیده آچات را بدنام میکند. خودت از دست وی نابود میشوی. من گردن وی میمون را میشکنم دادا. به حولی همون قدم مونده نمیتواند. تو همین خلصور. اگر حقه دادا من وی را میکشم. میتوانم. انا دیدی تو حالا بچه وی بسر آدم با فریب و نیرنگ آب میریزد. برای همین میترسم. من طعنه نکن. من نمیترسم دادا. بچگی نکن. دادا درست میگویند. با وی کردار نشو پسرم. صبر میکنیم بچه. میوه صبر شیرین. این روزهای شوم میگذرند، جنگ هم تمام میشود. صاحبان قشلاق بر میگردند، نمیمانند که وی نیم روز رئیسی کند.